چیکار کردم با هم بدی؟ من تو اون وایس کالم اصلا من حرف نزدم. اتفاقات جنجالی که در تولد امیرحسین رخ داد. نگار به تناز چی گفتش که انقدر اونو عصبانی کرد؟ سلام بچه ها، چطورید؟ خواستم یه موضوعی رو بگم. دیشب ما تولد امیرحسین بودیم و اونجا چند نفری دعوت بودن که خب ما میونم خوب نبود و ما که خوب بودیم یه طرف بودیم، اون 2 نفر واسه خودشون یه گوشه بودن. از اینجا که داشتن اذیت میشدن چون نمیتونستن بیان پیش ما و اصلا برقصن، چون اصلا هیچ که از اونو خوشش نمیاد. یکی رو واسطه کردن که آره تناز بیا آشتی کنین، گناه داره. حالا روزای اولم چون هیت گرفته بود و اینا، همین خانومی که واسطه شدن که واسه منم خیلی با ارزشن به ما زنگ میزدن که آره نگار گناه داره، هیت گرفته، تو خدا یا شما یه چیزی نگید که بدتر شه، حالش خیلی بده. ما اصلا هیچ موقع هیچ چیزی به این خانم نگفتیم. این خانم وایس کال میذاشت توی تلگرام و شروع میکرد با رفیق شیشش در مورد ماها صحبت کردن، چون حرفی برای گفتن ندارن، فقط میتونن از ما مایه بذارن و از ما صحبت کنن. باز ما هیچی نگفتیم، یعنی هی برا من میفرستادیم وایس ها را، هیچی نگفتم. اوکی. دوباره شروع کردن نمیدونم اکیپ تو دیوارشون بخوان دیس کردن. منم مثلا در حدی نمیرم که بخوام جواب بدم. بازم میگم شما تا آخر عشق ابدی رو ندیدید، پس واسه هم نمیگم قضاوت میکنید. بعد دیشب گفتن که آره بیا ببخشش، کوتاه بیا تناز، فلان، گناه داره، اذیت شده، اینم حالا خانواده عشق ابدی بوده، شما با هم زندگی کردید، فلان فلان فلان، که همه رو صدا رو ضبط دارم که خود خانم اومد گفت مگه من چیکارت کردم که با من بدی؟ چیکار کردم با هم بدی؟ من تو اون وایس کالم اصلا من حرف نزدم، همش تقصیر اون بلونده بود. نمیدونم اون یکی بیاد بگه من که کاریت نداشتم، برای چی با من بد بودی؟ همه اینا موجوده. خب و نمیذارم که بیشتر این آبروتون نره. و من اینجوری بودم که ببین من حالا نمیتونم این سه چیزا رو بگم، ولی من خیلی کارا واسه اینا کردم و تهش انقدر نمک نشناسن که اینن. بیا دیشب بخشیدیش با اون همه گندی که زده، بعد میاد استوری میذاره که بخشیدم. مثلا ببخشی تو چی منو میخوای ببخشی؟ این همه خوبی کردم، خوبی ها رو میخوای ببخشی؟ جمع کن. میگن آدمایی که اینجان و نیارین اینجا با بخشیدن و گنده گردن شاخ میشن. شاخ نشو بابا، بیا پایین.